فرض کنید آکواریومتون رو نگاه میکنید، همون اکوسیستم کوچیکی که با کلی علاقه ساختید. اما یه چیزی سر جاش نیست. ماهیا بیقرارن، خودشونو به دکور میمالن، انگار میخوان از پوست خودشون فرار کنن. اینا معمولا نشانه‌های کلاسیک انگل‌های پوستی یا آبششی هستن. منابعی که شما برامون فرستادید به یکی از قوی‌ترین درمان‌ها اشاره میکنه، پرمنگنات پتاسیم. اما نکته اینجاست که استفاده ازش مثل راه رفتن رو لبه تیغه. یه اشتباه کوچیک و همه چیز خراب میشه. امروز میخوایم دقیقاً بر اساس این منابع بررسی کنیم چطور میشه از این ماده قدرتمند ایمن استفاده کرد. چالش اصلی هم اینه: چطور بدون ترازوی آزمایشگاهی میلی گرم رو اندازه بگیریم؟ دقیقاً. این یکی از اون موضوعاتیه که واقعاً مرز بین یه آکواریومدار حرفه‌ای و آماتور رو مشخص میکنه. خیلی‌ها اسم پرمنگنات رو که میشنون راستش میترسن، چون میدونن که دقت تو دوزینگش یعنی تفاوت بین درمان قطعی و یه فاجعه تمام عیار. و منابعی که داریم دقیقاً به قلب همین چالش زدن و یه راه حل خیلی عملی ارائه میدن. خب پس بیاین این موضوع رو باز کنیم. قبل از اینکه برسیم به راه حل، خود مشکل رو بهتر بشناسیم. این ماده یعنی پرمنگانات پتاسیم دقیقاً چه کاری انجام میده؟ ببین، پرمنگنات یه اکسید کننده خیلی قویه. منابع میگن که کار اصلیش از بین بردن انگل‌های خارجی مثل انگل‌های پوستی و آبششیه و یه استاندارد جهانی هم برای دوزش وجود داره. که همون 2 میلی گرم در هر لیتر آب، درسته؟ بله، 2 میلی گرم در لیتر به مدت 4 ساعت. این زمانبندی هم به اندازه خود دوز مهمه. و یه نکته‌ای که منابع خیلی روش تاکید کردن و به نظرم فوق‌العاده است، یه نشانگر بصری برای موفقیت درمانه. نشانگر بصری منظورتون رنگ آبه؟ دقیقاً. وقتی پرمنگنات رو به آب اضافه می‌کنید، آب یه رنگ بنفش تیره پیدا می‌کنه. برای اینکه درمان مؤثر باشه، آب باید تو تمام اون 4 ساعت رنگ بنفش خودش رو حفظ کنه. آها، این خیلی جالبه. یعنی ما یه جورایی یه بازخورد لحظه‌ای از وضعیت درمان داریم. حالا اگر رنگش عوض بشه، مثلا قهوه‌ای بشه، این یعنی چی؟ این یعنی درمان شما شکست خورده. خیلی ساده. تغییر رنگ از بنفش به قهوه‌ای نشون میده که پرمنگنات با مواد عالی توی آب، یعنی فضولات ماهیا، غذای مونده یا خود انگل‌ها، واکنش داده و خنثی شده. یعنی دیگه قدرتی نداره. پس عملاً دارو از کار افتاده. کاملاً. در اون حالت شما فقط ماهیا رو توی یه حمام رنگی بی اثر نگه داشتید و انگل‌ها هم دارن به کارشون ادامه میدن. پس حفظ اون رنگ بنفش یعنی دارو هنوز فعاله. این اهمیت دوز اولیه رو خیلی بیشتر میکنه. خب بریم سراغ خطراتش. چرا این همه روی دقت دوز تأکید میشه؟ مگه چی میشه اگه مثلا به جای 2 میلی گرم 3 میلی گرم بریزیم؟ ببینید، این مثل اینه که بخواید یه لکه کوچیک رو از روی یه پیراهن ابریشمی با وایتکس پاک کنید. یه ذره شاید لکه رو ببره، اما یکم بیشتر خود پارچه رو سوراخ میکنه. پرمنگنات هر ماده عالی رو تجزیه میکنه. تو دوز مناسب فقط به اندازه قویه که انگل‌های میکروسکوپی رو از بین ببره. اما تو دوز بالاتر به سلول‌های خود ماهی هم حمله میکنه، مخصوصاً بافت‌های حساس آبشش. یعنی میتونه باعث سوختگی شیمیایی بشه؟ بله، سوختگی شیمیایی، خفگی و تهش هم مرگ ماهی. اینجا واقعاً حاشیه خطا صفره. خب این یه مشکل اساسی درست میکنه. اکثر ما تو خونه ترازویی نداریم که بتونه میلی گرم را اندازه بگیره. ترازوی آشپزخونه من که زیر 5 گرم را اصلا نشون نمیده. پس عملاً با ابزار خونگی نمیتونیم این کارو بکنیم. منابع راه حلی برای این بنبست ارائه کردن؟ بله، و راه حلشون به طرز شگفت‌انگیزی هوشمندانه است. منابع به جای اینکه بگن برید یه وزن خیلی کوچیک رو اندازه بگیرید، پیشنهاد میکنن که ما کلاً صورت مسئله رو عوض کنیم. چطوری؟ ما یه اندازه‌گیری وزنی سخت رو به یه اندازه‌گیری حجمی خیلی ساده تبدیل می‌کنیم. این کار با ساختن یه محلول استاندارد انجام میشه که بهش میگن محلول مادر یا استاک سولوشن. محلول مادر. جالبه. بسیار خوب. فرض کنیم من یه بطری خالی رو میزم دارم و مقداری هم پودر پرمانگنات. قدم به قدم به هم بگی چطور این محلول رو بسازم؟ حتماً. روش ساختش خیلی دقیق و ساده است. اول به یه بطری خالی 1 لیتری یعنی 1000 میلی لیتری نیاز دارید. یه بطری آب معدنی خالی هم کار رو راه میندازه. خب
دوم، باید دقیقاً 20 گرم پودر پرمنگانات رو وزن کنید. این مقدار یعنی 20 گرم چیزیه که ترازوهای دیجیتال آشپزخونه به راحتی نشونشون میدن. آها، پس این دیگه قابل اندازه‌گیریه. بله، منابع حتی یه راه جایگزین هم برای کسایی که ترازو ندارن گفتن که جالبه. گفتن هر قاشق چایخوری سرپر حدود 7 گرم کریستال پرمنگاناته، پس با حدود 3 تا قاشق چایخوری میشه به عدد 20 گرم نزدیک شد. هرچند دقت ترازو همیشه بهتره. درسته. خب 20 گرم پودر رو اندازه گرفتم. مرحله بعد؟ پودر رو میریزید داخل بطری خالی. بعد حدود نصف بطری رو با آب ولرم پر میکنید. نکته آب ولرم اینه که پرمنگانات توش خیلی سریعتر و بهتر حل میشه. خب در بطری رو محکم ببندید و اونقدر تکونش بدید تا مطمئن بشید که تمام کریستال ها کاملا حل شدن. محلول باید کاملا یک دست و به رنگ بنفش خیلی خیلی تیره باشه. بعد که مطمئن شدید بقیه بطری رو با آب سرد پر می‌کنید تا حجمش دقیقاً به 1 لیتر برسه. حالا شما یه محلول مادر استاندارد دارید. و برای این نگهداریش چی؟ آها، نکته مهمیه. این محلول باید تو جای خنک و تاریک نگهداری بشه، چون نور به مرور زمان باعث تجزیه و ضعیف شدنش میشه. فهمیدم. پس ما فقط یه ماده شیمیایی رو تو آب حل نکردیم، ما عملاً یه ابزار اندازه‌گیری جدید ساختیم. یعنی یه بطری آب رو تبدیل کردیم به یه ترازوی فوق‌العاده دقیق. این واقعاً هوشمندانه است. اما این محلول چطور به من میگه که چند میلی گرم دارو استفاده کردم؟ اینجاست که جادوی ریاضیات ساده وارد میشه. ببین، ما 20 گرم یعنی 20,000 میلی گرم پودر رو تو 1000 میلی لیتر آب حل کردیم، درسته؟ درسته. اگه 20,000 رو در 1000 تقسیم کنیم میشه چند؟ میشه 20. این یعنی هر 1 میلی لیتر از این محلول مادر حاوی 20 میلی گرم پرمنگاناته. اما منابع یه تبدیل واحد از این هم ساده تر ارائه دادن که کار رو بی‌نهایت راحت میکنه. چی است؟ هر 1 قطره از این محلول مادر دقیقاً معادل 1 میلی گرم پرمنگانات پتاسیمه. صبر کن ببینم. جدی؟ یعنی ما یه نسبت 1:1 عالی درست کردیم، یه قطره مساوی با 1 میلی گرم؟ دقیقاً. این کل ماجرا رو عوض میکنه. بیایید یه مثال واقعی بزنیم تا کاملا برای شنونده ها جا بیفته. فرض کنید من یه تانک دارم با ابعاد 120 سانت طول، 50 سانت عرض و 40 سانت هم ارتفاع آب. چطور دوز دقیق رو با این محلول محاسبه کنم؟ بسیار ساده. اول حجم تانک رو حساب میکنیم. فرمولش اینه: طول در عرض در ارتفاع آب به سانتیمتر. حاصلش رو تقسیم بر 1000 میکنیم. پس برای تانک شما 120 ضرب در 50 ضرب در 40 میشه 240,000. این عدد رو تقسیم بر 1000 میکنیم و میرسیم به حجم 240 لیتر. خب من یه تانک 240 لیتری دارم. دوز استاندارد ما 2 میلی گرم برای هر لیتر بود، درسته؟ پس نیاز کل تانک شما میشه 240 لیتر ضرب در 2 میلی گرم که مساویه با 480 میلی گرم پرمنگانات. حالا میرسیم به بخش هیجان انگیز ماجرا. خب چون هر قطره از محلول مادر ما معادل 1 میلی گرمه، پس برای 480 میلی گرم ما دقیقاً به 480 قطره از این محلول نیاز داریم. وایسا ببینم. 480 قطره؟ من سر قطره 50 شمارش از دستم در میره. اونم با این استرس که زندگی ماهیان بهش بنده. حتما یه راه عملی تر از این هست دیگه. دقیقاً. منابع به این مشکلم فکر کردن. شمارش قطره ها هم سخته و هم ممکنه اندازشون فرق کنه. برای همین یه تبدیل واحد خیلی کاربردی دیگه هم ارائه دادن. به طور استاندارد هر 20 قطره معادل 1 میلی لیتر یا همون 1 سیسیه. آها، سیسی رو میشه با سرنگ اندازه گرفت. 24 سیسی از محلول مادر رو میکشید و به آرومی به آب تانک اضافه میکنید. به همین دقت و سادگی. این تبدیل سیسیه آخرین قطعه پازل بود. حالا این روش کاملا فول پروف به نظر میاد. دیگه بهونه یه ترازو ندارم هم قبول نیست. خب درمان رو انجام دادیم. اگه بعد از یه بار مشکل هنوز بود چی؟ میتونیم تکرارش کنیم؟ بله، منابع گفتن که میشه این درمان رو هر 7 تا 10 روز یک بار تکرار کرد تا علائم کاملا از بین برن.
و اگه بخوایم بحث رو کامل کنیم، یه نکته تکمیلی خیلی مهم هم تو منابع هست که به اتفاقات بعد از درمان مربوط میشه. یعنی بعد از اینکه اون 4 ساعته تموم شد، خب الان من یه تانک پر از آب بنفش مایل به قهوه‌ای دارم. قدم بعدی چیه؟ باید کلی آب عوض کنم؟ دقیقاً. تعویض آب زیاد به خصوص بعد از یه حمام دارویی خودش استرس مضاعفه. خوشبختانه یه راه حل شیمیایی هوشمندانه برای این کار هم وجود داره. بعد از اتمام 4 ساعت شما میتونید از هیدروژن پراکسید یا همون آب اکسیژنی 3% برای خنثی کردن پرمنگنات باقی مانده استفاده کنید. عجب، یعنی آب اکسیژنه؟ بله، این کار به طرز شگفت‌انگیزی اون رنگ بنفش قهوه‌ای آب رو تقریباً بلافاصله شفاف و کریستالی میکنه. این فوق‌العاده است. دوز مصرفش چقدره؟ دوزی که توصیه شده برای هر 100 لیتر آب بین 15 قطره تا 1 سیسی آب اکسیژن است. مزیت بزرگش اینه که دیگه نیازی به تعویض فوری حجم زیادی از آب ندارید و اکوسیستم تانک با ثبات بیشتری به حالت عادی برمیگرده. بسیار عالی. پس اگه بخوایم نکات کلیدی رو برای شما جمع‌بندی کنیم، ما یاد گرفتیم که دوزینگ پرمنگنات پتاسیم خیلی حساسه. اما با روش هوشمندانه ساخت محلول مادر، هر کسی میتونه این کار رو با دقت و ایمنی کامل تو خونه انجام بده. کلید حل معامله تبدیل یه واحد وزنی سخت مثل میلی گرم به یه واحد حجمی ساده مثل قطره و سیسی بود. و این فقط یه دستورالعمل فنی نیست. این نشون دهنده اهمیت داشتن یه رویکرد علمی و مسئولانه تو نگهداری از موجودات زنده است. وقتی شما شیمی پشت این درمان‌ها رو درک می‌کنید، دیگه فقط یه نگهدارنده ماهی نیستید. شما به یه مدیر اکوسیستم تبدیل میشید که میدونه هر قطره‌ای که به آب اضافه میکنه چه تأثیر عمیق روی دنیای کوچک و شیشه‌ایش داره. این دانش ترس رو به اعتماد به نفس تبدیل میکنه. کاملا موافقم. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که به این گفتگو گوش دادید، منابع توضیح دادن که چطور پرمنگانات که یه اکسید کننده است، رو با هیدروژن پراکسید که اونم یه اکسید کننده است خنثی کنیم. این موضوع یه سوال جالب رو برای شما به جا میذاره تا بهش فکر کنید. چه واکنش‌های شیمیایی دیگه‌ای ممکنه همین الان تو همین لحظه تو آکواریوم شما در حال رخ دادن باشه که ازشون کاملا بیخبرید؟ و درک عمیق تنها یک فرایند مثل همین درمان چطور میتونه نگاه شما رو به کل اون اکوسیستم زنده و پویا که داخل یه جعبه شیشه‌ای جریان داره برای همیشه تغییر بده؟